خدایا شروع سخن نام توست، خدایا شروع سخن نام توست، وجودم به هر لحظه آرام توست. دل از نام و یادت بگیرد قرار، دل از نام و یادت بگیرد قرار، خوشم چون که باشی مرا در کنار. با سلام و درود به یکایک بینندگان عزیز، بینندگان همیشگی برنامه منهاج السنه، برنامه‌ای که ادعاهای آقای هلی رو پیگیری میکنه و به آنها پاسخ کوبنده میده. برنامه‌ای که از قلم شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله علیه نگاشته شده. برنامه‌ای که تا کنون شیعه نتونسته واقعا جواب این کتاب و این منهاج السنه رو بده. با این برنامه باز هم مثل هفته‌های گذشته در خدمت و همراه شما عزیزان و گرامیان هستیم. امیدوارم هر کجا که باشید شاد و خندان و لبریز از عشق و صفا باشید و الطاف بیکران خداوند متعال شامل حال شما عزیزان باشد و امیدوارم که همونجور که پیگیر این برنامه هستید مالامال از عشق و علاقه به صحابه کرام رضوان الله علیهم اجمعین و بر منهج و عقیده اهل سنت و الجماعت باشید و خداوند به همه ما توفیق بده که نیتمون و حسن ظنمون رو در رابطه با صحابه اونجور کنیم که خداوند متعال در رابطه با اونها فرموده. خداوند متعال میفرماید که فإن تولوا فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، اگر شما ایمان بیارید آنگونه که صحابه ایمان آوردن فقد اهتدوا، هدایت شدید. و ان تولوا، و اگر یه ذره سرپیچی کنید فإنما هم فی شقاق، 100% در شقاق و بدبختی و گمراهی خواهید بود. از الله متعال میخوام که به همه کسانی که اسم مسلمان رو یدک میکشن در رابطه با صحابه اون دید و اون نظر و اون ایده رو داشته باشن که خداوند متعال در رابطه با صحابه گفته و به دشمنان صحابه جواب کوبنده‌ای داده در آیات متعددی از قرآن کریم. در این قسمت برنامه مثل هفته‌های گذشته در خدمت کارشناس محترم شیخ عبدالقدوس دهقان هستیم. سلام و وقت بخیر دارم از طرف خودم و بینندگان. سلام. بنده خدمت جناب عالی و تمامی بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جهانی به صالح حق عرض ادب و سلام دارم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته و در خدمت جناب عالی ان شاء الله خواهم بود. جناب استاد، همونطور که در رابطه با صحابه اگر مطلق بگیم کلا اهل سنت ایده خاص خودشونو دارن و فرقه های دیگه ای که خودشون به اسلام نسبت میدن، حالا هر فرقه باشه، مثل خوارج، مثل روافض و مثل هر فرقه های دیگه که خودشون به اسلام منسوب میکنن و هیچ بوی اسلام نبردن، خب باز در رابطه با صحابه دیدای خاصی دارن. بعضی دیگه قسمت از صحابه رو تکفیر میکنن، قسمت دیگه به عنوان محبت صحابه قسمتی از صحابه رو برمیگردن، باز هم قسمت دیگه رو تکفیر میکنن. اما بحث اینه که اهل سنت تمام صحابه رو عادل میدونن و به همه صحابه اونطور که خدا و رسولش صلی الله علیه و سلم گفته محبت میورزن. بحث اینه که یک گزینه وسط میاد به عنوان نواصب یا به عنوان دشمنان اهل بیت که در رأس اهل بیت رو روافض یا شیعه بگیم سیدنا علی رضی الله عنه قرار میده و هر کس که فقط شاید روایت جعلی و ساختگی باشه اون رد میکنه. اگرچه الان در تمام رسانه ها و شبکه ها میبینه و در خیلی شبکه های اجتماعی در دنیای مجازی میبینه که اولین کسی رو که جز نواصب قرار میدن یا به قول خودشون رئیس نواصب قرار میدن شیخ الاسلام ابن تیمیه است که ما در رابطه با شخصیت ایشون و معرفی ایشون همین کتاب منهاج السنه رو که روی ایر میبریم خودش بیانگو هست و بیانگر تمام این واقعیت هست. اما میخواستم بدونم که آیا شیخ الاسلام ابن تیمیه نسبت به صحابه و به تعبیر بهتر بگن نسبت به اهل بیت خصوصا سیدنا علی رضی الله عنه آیا کینه و بغض و عداوت داشته اونگونه که در شبکه‌های اجتماعی از دنیای از دید روافض مطرح میشه؟ آیا ایشون حقایق رو گفته یا اون چیزهایی که جعلی بودن ها رو انکار کرده؟ میخواستم که از زبان شما در رابطه با عقیده شیخ الاسلام در مورد صحابه و خصوصا اهل بیت و علی رضی الله عنه بدونم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعین. در مورد عقیده اهل سنت و الجماعت درباره اهل بیت رسول الله صلی الله علیه و سلم کاملا صاف و شفاف است. از عصر صحابه گرفته
از سیدنا ابوبکر صدیق و عمر و عثمان گرفته تا ائمه اربعه اهل سنت و الجماعت، ائمه محدثین اهل سنت و الجماعت، امام بخاری و مسلم و بقیه اصحاب صحاح و سنن و تمامی مجتهدین اهل سنت و الجماعت، فقهای اهل سنت و الجماعت، مورخین و مفسرین اهل سنت و الجماعت، همه یک دست عقیدهشان این است که محبت اهل بیت رسول الله صلی الله علیه و سلم جزو ایمان ما هست و هر کسی که با سیدنا علی رضی الله تعالی عنه یا هر کدام از فرزندان رسول الله صلی الله علیه وسلم و اهل بیت ایشان بغض و عداوت داشته باشد بر منهج اهل سنت و الجماعت در واقع نیست. و این عقیده صاف و شفاف اهل سنت و الجماعت هست که در کتابهایشون نگاشته شده، در کتابهای اعتقادی، در تفسیر آیات قرآن کریم و در احادیثی که از رسول الله صلی الله علیه وسلم نقل کردن و امروزه هم بر سر منبرها اون چیزی رو که حقیقت دارد بهش ایمان دارند برای مردم بیان میکنن. در طول تاریخ شما نمیتوانید یک نمونه رو پیدا بکنید که یکی از ائمه اهل سنت و الجماعت، یکی از محدثین اهل سنت و الجماعت، مفسرین اهل سنت و الجماعت اهانتی رو به ساحت سیدنا علی رضی الله تعالی عنه و یا دیگر اهل بیت رسول الله صلی الله علیه وسلم در واقع روا داشته باشد. این عقیده مسلم اهل سنت و الجماعت است. شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمت الله علیه یکی از اهل سنت و الجماعت. عقیده ای که ابن تیمیه رحمت الله علیه داشتند با عقیده ای که امام احمد ابن حنبل داشته، با عقیده‌ای که امام شافعی داشته و دیگر ائمه داشتند، امام بخاری داشته، امام مسلم داشته، امام بیهقی داشته، نسائی داشته و تمام بزرگان اهل سنت و الجماعت داشتند، هیچ گونه تفاوتی با هم دیگر ندارد. اهل سنت و الجماعت در اصول یعنی در باب عقاید 100% عقیدهشون یکی هست و همون عقیده ای رو که ائمه اربعه اهل سنت و الجماعت داشتن، اصحاب کتب سته و محدثین اهل سنت و الجماعت داشتن، دقیقاً همان عقیده را بدون کم و کاست و بدون در واقع بیشی و فزونی همان عقیده را ابن تیمیه دارند و همچنین محمد ابن عبدالوهاب رحمت الله علیهم اجمعین. و آنچه بیان می شود در مورد ابن تیمیه رحمت الله علیه تبلیغ می شود که ایشون ناصبی هستند. من قبل از این اجازه بدید که یک در واقع برای کسانی که میخوان منهاج السنه رو مطالعه بکنند و میخوان با روش شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمت الله علیه آشنا بشن، یک مطلبی رو عرض میکنم. همه میدونیم که این کتاب منهاج السنه النبویه این ردی هست بر منهاج الکرامه. کتابی نیست که ایشون اساساً و ابتداءً نوشته باشند، ردی هست که نوشتند بر کتاب علامه هلی به نام منهاج الکرامه که در باب اثبات امامت سیدنا علی رضی الله تعالی عنه و به تبعش ائمه اثنا عشرشون هست. شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمت الله علیه اومده و این کتاب رو رد کرده و ما همون گونه که دوستان عزیز و بینندگان ارجمند شاهد هستند بارها وقتی که ما این کتاب منهاج الکرامه رو نشون میدیم، روش شیعه عموما این است که در کنار ذکر فضایل سیدنا علی مصالب و ایراداتی رو وارد میکنند بر بقیه اهل سنت و الجماعت، بر بقیه اصحاب رسول الله صلی الله علیه وسلم. در همین کتاب، خب این کتاب منهاج الکرامه رو برای اثبات امامت سیدنا علی نوشته، اما میبینیم که در مورد سیدنا ابوبکر صدیق ایراداتی رو وارد کرده، در مورد عمر، در مورد عثمان، در مورد عایشه، در مورد معاویه، در مورد خالد ابن ولید و تعدادی دیگر از اصحاب رسول الله صلی الله علیه وسلم. یعنی روش طرح مسائل نزد شیعه به این گونه هست که هر جا فضیلتی رو برای سیدنا علی رضی الله تعالی عنه ذکر میکنن، در مقابلش یک اشکالی از ائمه اهل سنت و الجماعت ذکر میکنن تا اینکه بخوان مقایسه بکنن بیان این در واقع دو گروه و دو در واقع اصحاب رسول الله صلی الله علیه وسلم. این یک نکته. این کتاب رو شیخ الاسلام در رد چون این کتابی نوشته. شیخ الاسلام رحمت الله علیه در این کتاب اومدن به این گروه ها رو تقسیم بندی کردند در مورد اهل بیت رسول الله صلی الله علیه وسلم. یک گروهی هستند نواصب، به صورت کلی تمام گروه هایی که مشمول این حکم میشوند، یعنی اعم از اموی ها، مروانی ها و خوارج و کسانی که با سیدنا علی رضی الله تعالی عنه مخالفت داشتند. این یک گروه هستند در مورد اهل بیت رسول الله صلی الله علیه وسلم. گروه اول گروه نواصب هست
که تمام این گروه هایی که من عرض کردم در بر میگیرند. گروه دیگر در مقابل اینها گروه روافض هستند. روافض و نواصب در واقع در دو طرف قضیه در این زمینه قرار دارند. شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمت الله علیه در هر جایی که میخواد که بحث بکند، ردی بدهد بر آقای هلی، میاد این دو گروه رو کنار هم میگذارد. ادعاهایی که روافض کرده که علامه هلی به عنوان نماینده اونها این مطالب را مطرح کرده، شیخ الاسلام رحمت الله علیه میاد در مقابل ادعاهای روافض بحث نواصب را مقایسه میکند. یعنی شما دو طرف با همدیگر مخالف هستید. رأی صحیح و نظر درست در این میان نظر اهل سنت و الجماعت است. اهل سنت و الجماعت نه نواصبند و نه روافض. ابن تیمیه رحمت الله علیه وقتی که آقای هلی میاد این مطلبی رو ذکر میکند، بدون از این که مثلا قبل از این که بخواد که رد بکند، میآورد عین همین اشکالی رو که آقایون از زبان روافض و به نمایندگی از دین و مذهب خودشون علیه ابوبکر و عمر و عثمان یا هر کسی دیگر از اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم مطرح میکنند، ابن تیمیه رحمت الله علیه همین احتمال رو از زبان نواصب در مورد سیدنا علی رضی الله تعالی عنه ذکر میکند که اگر شما این نظر را دارید، خب در مقابل شما افرادی هستند که در مورد سیدنا علی این نظر را دارند. اما اهل سنت و الجماعت که معتدل هستند، میانه هستند و تعصبی رو ندارند، نه با نواصب هستند و نه با خوارج. و این یک مطلب دیگر همون گونه که من عرض کردم، روافض به صورت کلی و من جمله آقای علامه هلیشون در این کتاب وقتی که میان بحث میکنن، اینها در واقع نمیتونن تشخیص بدن در میان مناقب و فضائل اهل بیت رسول الله صلی الله علیه و سلم، مناقب و فضائل سیدنا علی رضی الله تعالی عنهم و در میان ویژگی و خصوصیات ایشون. دو مطلب هست در اینجا. یکی هست یک فضیلت هست، یک منقبه هست. خب یک فضیلته، این فضیلت رو هم علی شاید دارد و هم دیگران دارند. این یک فضیلت عمومی هست، همه شاید این رو داشته باشند. یک موردی هست جز اختصاصات هست، جز ویژگی ها هست، خاص برای یک فرد. روافض تشخیص نمیدند که این منقبه هست، فضیلت هست یا این که ویژگی هست. تمام فضایلی رو که سیدنا علی رضی الله تعالی عنه دارند، اینا رو میارن مطرح میکنن، مناقب را به جای ویژگی ها مطرح کردند. اون فضایلی که شامل تمام صحابه هست، اونها هم فقط خاص به علی عرض میکنم تفاوتی رو قائل نیستن، نمیتونن تشخیص بدن یا تجاهل میکنن. فضایل و مناقب سیدنا علی رضی الله تعالی عنه میارن مطرح میکنن و اینها را به عنوان ویژگی منحصر به فرد سیدنا علی مطرح میکنن. خب یک ادعای بیجا هست. در این زمینه شیخ الاسلام رحمت الله علیه چیکار میکنه؟ میآید عین همین فضیلتی رو که آقایون برای سیدنا علی ثابت کردند، عین همین فضیلت برای دیگران هم ثابت هست. اینی میاره در کنارش میگذارد. من چند مورد مثال میدم. به طور مثال آقایون میاند که رسول الله صلی الله علیه و سلم سیدنا علی رضی الله تعالی عنه را در قضیه در جنگ تبوک جانشین خودش قرار داد در مدینه منوره. پس بنابراین علی امام هست. استدلال رو ببین. چون که رسول الله علی را در جانشین خودش قرار داده در جنگ تبوک، پس بنابراین این فضیلت که هیچ، بلکه خصوصیت علی هست، پس بنابراین علی امام هست. شیخ الاسلام ابن تیمیه اومد چیکار کرده؟ میگه این فضیلتی هست برای سیدنا علی، در این شک و شبهه وجود نداره، اما خصوصیت نیست. در کنار سیدنا علی چندین نفر از صحابه هستند که جانشین رسول الله صلی الله علیه و سلم بودند، مانند عبدالله ابن ام مکتوم. خب این مطلب. به طور مثال میگند که علی رضی الله تعالی عنه به نمایندگی از رسول الله رفت به یمن، پس بنابراین معلوم می شود که علی امامه. خب همین کار را معاذ هم انجام داده. قبل از سیدنا علی معاذ رضی الله تعالی همین مسئولیت رو انجام داده. اگر واقعا این دلیل امامت، پس امام معاذ هم باید امام باشه. یا این که مثلا میگویند که سیدنا علی رضی الله تعالی حبش علامت ایمانه. ما شک شبهه‌ای نداریم، این جزء فضائل سیدنا علی رضی الله تعالی عنه است. اما در روایت اومده که حب انصار هم جزء علامت‌های ایمان هست، پس بنابراین این ویژگی نیست. سیدنا علی رضی الله تعالی عنه داماد رسول الله بوده، پس بنابراین جانشینشه. خب عثمان هم دامادش بوده، دو تا دختر رو داشته. ابوالعاص ابن ربیع هم دامادش بوده.
و بقیه مسائلی که در این زمینه هستن، مانند این که مثلا علی رضی الله تعالی خدا رو دوست داشته، یا این که صدق و امانتی رو داشته و تمام این مسائلی رو که نمیدونم زاهد بوده، شجاع بوده، تمام این فضایل، اینا فضایل هست، ویژگی هایی هست برای سیدنا علی که کسی منکر اونها نیست. منتها از جنس همین فضایل بقیه اصحاب رسول الله صلی الله علیه وسلم دارن. شما اگر میخواهید که استدلال بکنید برای امامت سیدنا علی، باید از چنان ویژگی استدلال بکنید و استفاده بکنید که این ویژگی را غیر از علی کسی دیگر نداشته باشد و دلالت این ویژگی بر امامت سیدنا علی رضی الله تعالی صریح و واضح و شفاف باشد. این به عنوان مقدمه‌ای هست که من در مورد منهج و روش در واقع ابن تیمیه رحمت الله علیه در این کتاب، من اینو هر کسی که میخواد مطالعه بکنه اینو باید مد نظر داشته باشه. درست شما به نکته جالب اشاره کردید. اما اگر بحث این باشه که وقتی که رسول الله صلی الله علیه و سلم در بحث غزوه تبوک سیدنا علی رو به حساب امیر مدینه قرار دادن و این امارت مدینه به قول معروف سرایت کنه به امارت کل بعد رسول الله صلی الله علیه و سلم، خود سیدنا علی این امارت کلا رد کرد. حتی رفت دنبال رسول راه افتاد که من نمیخوام وسط زنها و به حساب کودکان. در مورد هر یکی از این فضایلی که نقل میکنن حرف و حدیث زیاد هست از نحوه استدلال شیعه، اون چیزی رو که میخوان استنتاج بکنن و به اون نتیجه و هدف برسن. برای رسیدن به اون هدف حرف و حدیث و اشکالات و عوایق و موانع خیلی زیادی وجود داره که به هیچ عنوان دلیل بر امامت نمیشه که این موارد رو دلیل بر امامت بگیرن. نکته دیگر من میخوام عرض بکنم خدمت تمام بینندگان، اهم از شیعه و اهم از اهل سنت و الجماعت، چه عوام شیعه، چه خواص شیعه، چه علما، چه طلاب اهل سنت و الجماعت یا طلاب شیعه و علمای شیعه، یک نکته رو در نظر داشته باشید. همیشه ابن تیمیه رحمت الله علیه صدها کتاب نوشتند، قریب به 300 یا شاید بیشتر از 300 تا کتاب دارند ایشون. هر چیزی رو که نظر ایشان بوده در کتاب خودشون نوشتند و خصوصا ابن تیمیه رحمت الله علیه یکی از ویژگی هایی که داشتند این بوده که آدم جری بودند، شهامت داشتند. هر چیزی رو که مطلبی رو که بهش میرسیدند، اجتهادی رو که بهش میرسیدند اعلام میکردند، از کسی خوف و هراسی رو در واقع نداشتند. هر چیزی رو که ابن تیمیه معتقد بوده در کتاب خودش نوشته به صورت کلی. صدها کتاب که ایشون نوشتن تمام عقیده‌اش در این کتاب ها هست. و همچنین محمد ابن عبدالوهاب کتاب‌های خیلی زیادی داره، اون چیزی که عقیده داشت اون در کتاب‌های خودش نوشته. توصیه من به تمام بینندگان عزیز و ارجمند این است که در مورد ابن تیمیه و در مورد محمد ابن عبدالوهاب و در مورد هر کسی که دیگر از خودش اثری دارد، اینو قبول نکنند که یکی گفتند که ابن تیمیه چنین و چنان گفته. گفته شده که ابن تیمیه ناصبی بوده و فلان کار را کرده. گفته شده ما شنیدیم که ابن تیمیه فلان عقیده رو داشته، یا به قول معروف از رو لپتاپ نشون دادن کتابشو. این یک مطلب، یعنی این که تا زمانی که از کتابای خود ابن تیمیه نمایش ندادند و اینو مطرح نکردند، اینو نباید قبول بکنید بدون کمکاس یا بدون و این نقطه دیگری هست من میخوام عرض بکنم. درست. و خصوصا استدلال های کشی از این کتاب منهاج السنه میکنند. یک اشکال اصلی و کلی در این وجود داره. من به علمای شیعه که از این کتاب استدلال میکنم این توصیه رو میکنم به عنوان یک منهج علمی که میخواید اینو مقایسه بکنید و همچنین به بینندگان عزیز من این توصیه رو میکنم هر جایی هر کسی از کتاب منهاج السنه النبویه یک ایرادی بر شیخ الاسلام ابن تیمیه گرفت، شما بخواید یک صفحه قبل از اون رو مطالعه بکنه برای شما. همون جایی که در صفحه مانوتر که نشان داده بگو یک صفحه قبل از اون رو نشان بده. حداقل ادعای هلی رو نشون بده. این کتاب در رد ادعاهای هلی هست. درست. اگر شما یک طرفه به دادگاه برید، پیش قاضی برید، خب معلومه که برنده هستید. ابن تیمیه اومده ردی داده. این رد ابن تیمیه رحمت الله علیه بر چی بوده؟ قبل از این قول خود علامه هلی رو شما بخونید، مطالعه بکنید، بخواید که به شما نشان بدن، بعد از این ببینید که علامه ابن تیمیه رحمت الله علیه چی گفته. اگر اشکال داشت، خب اشکال داره. اما اگر واضح شد که نه هیچ گونه اشکالی نداره، پس این دلیل تلبیس و دروغ پردازی افرادی هست که میخواند که از کلام ابن تیمیه رحمت الله علیه در واقع نقد بکنند و ایشونو در واقع رد بکنند. و نکته دیگری این که ما به هیچ عنوان در مورد ابن تیمیه رحمت الله علیه یا هیچ یک از ائمه دیگرمون
نه در مورد ابن تیمیه، نه محمد ابن عبدالوهاب، فراتر از اینها، نه در مورد بخاری، نه مسلم، نه نسائی، نه ترمذی، نه ابن ماجه، فراتر از اینها، نه در مورد امام ابو حنیفه، امام مالک و شافعی و احمد ابن حنبل، فراتر از اینها، حتی در مورد صحابه رضی الله تعالی عنهم. ما اون چیزی که بر اساس اعتدال هست، ما هیچ گونه تعصبی را که برخلاف حق باشه نداریم. ما ایمان ما، باورهای ما بر اساس واقعیت‌های موجود هست. ما هیچ وقت هیچ یکی از اهل سنت و الجماعت رو نمیتونید پیدا بکنید که عقیده داشته باشه یا اعلام بکنه که از دیدگاه من صحابه معصومند یا ائمه معصومند و محدثین معصومند، ابن تیمیه معصوم هست یا کسی دیگر. هیچ کسی چنین ادعایی رو نکرده. همه بنابر قول امام مالک رحمت الله علیه کل یؤخذ من قوله و یرد الا صاحب هذا القبر. کسی که انتقاد ناپذیر هست فقط رسول الله صلی الله علیه و سلم است. بقیه هر کسی باشه قولش امکان داره که صحیح باشه ما قبول بکنیم، امکان داره اشتباه باشه اونو در واقع رد بکنیم. اما این صحت قول یک فردی را و دروغ بودن یا در واقع خلاف بودن و اشتباه بودن حق قول هر یک شخصی را انسان باید با اصول علمی بیایم کاملا بررسی بکنیم. به هر نتیجه‌ای که رسیدیم کاملا در زمینه واقعا مبارک است. در جناب استاد شما با این مقدمه‌ای که در رابطه با اصول به حساب منهج و عقیده اهل سنت در رابطه با صحابه تابعین و فراتر از اون بعد از تابعین و تابع تابعین اشاره کردین که عقیده اهل سنت این گونه است که جز قول رسول الله صلی الله علیه و آله که قابل پذیرش است، بقیه هم قابل پذیرش هم قابل رده. سوال من این بود که آیا ابن تیمیه و گفتین که ابن تیمیه رحمه الله ناصبی نبوده، می‌خواستم که بدونم که در کتاب‌هاشون چه در کتاب منهاج السنه و در کتاب‌های دیگه‌شون فضایلی که از سیدنا علی آوردن، چون که وقتی ناصبی باشه هیچ وقت تعریف نمیکنه. فقط می‌خواستم اینه که فضایلی که آوردن اشاره به چند تا فضیلت ازشون بکنه، اگرچه وقت برنامه‌اش چندان وسیع نیست که بشه که به هم عرض کردم که عقیده ابن تیمیه رحمت الله علیه در مورد اهل بیت رسول الله صلی الله علیه و سلم دقیقاً و 100% بدون هیچ کم و کاستی عقیده اهل سنت و الجماعت است. درست. تمام اهل سنت و الجماعت در مورد اهل بیت رسول الله صلی الله علیه وسلم دقیقاً همون اعتقادی رو دارند که علامه و شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمت الله علیه اینو دارند. یعنی این که اهل بیت را دوست دارند و محبت اونها را جز در واقع ایمان خودشون میدونند و اهل بیت را و علی را بر معاویه و دیگران در واقع برتر میدونند. این عقیده اهل سنت و الجماعت و عقیده شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمت الله علیه است. اما برای این که واقعیت کاملا روشن بشود و اگر بخوایم که واقعا کلام ابن تیمیه رو در مورد اهل بیت و آحاد اهل بیت بیان بررسی بکنیم، این خودش نیاز به چندین برنامه داره. من فقط از این کتاب منهاج السنه که آقایون اینو به عنوان یعنی مهم علامت ناسب بودن ابن تیمیه رحمت الله علیه قرار دادن، از همین کلام از همین کتاب گفتار ایشان رو در مورد اهل بیت رسول الله صلی الله علیه و سلم میآوریم و با هم دیگر یک مروری میکنیم تا اینکه واقعیت برای کسانی که چشم و گوش خودشان را بستند و واضح و آشکار بشه. اونهایی که به هیچ عنوان نمیخواند حرف حق را بشنوند ما با اونها حرفی رو نداریم. اما کسانی که به ناحق و ناخواسته تحت تاثیر تبلیغات قرار گرفتند، ابن تیمیه را از زبان آخونده خودشون شنیدند و فهمیدند، نه از خلال کتاب خود ابن تیمیه، من تقاضا میکنم که به کتاب‌های ابن تیمیه رحمت الله علیه مراجعه بکنند یا همراه ما همگام با ما نگاه بکنیم ببینیم که ابن تیمیه رحمت الله علیه در مورد اهل بیت رسول الله صلی الله علیه و سلم چه نظری رو دارن. دوستان این دوربین شماره 1 رو فعال بکنند. کتاب منهاج السنه هست که دوستان همیشه اینو دیدند، منهاج السنه النبویه فی نقض کلام شیعه القدریه لابن تیمیه و همون تحقیق دکتر محمد رشاد سالم است که معروف ترین در واقع تحقیق این کتاب هست و جزء سوم هست نشر دارالفضیله و توزیع مؤسسه ریان هست. در این کتاب در جاهای متعددی ابن تیمیه رحمت الله علیه در مورد سیدنا علی رضی الله تعالی عنه در واقع دفاع کرده، از ایشون فضایلشون رو بیان کرده و در مقابل نواصب را و خوارج را، مروانی ها را و بنی امیه را در واقع رد کرده. به طور مثال در این کتاب در صفحه در واقع 80 هست از این جلدی که من در اختیار من هست، صفحه 80 از جلد سوم هست، این 4 جلدیش هست، 4 جلدی این کتاب و از کتاب‌های دیگری که 8 جلد هست، جلد
چهارمش بوده، جلد چهارم صفحه 390 هست. در این جلدی که من در اختیار دارم جلد سوم صفحه 80 و کتاب منهاج السنة النبویه. ببینیم چی میگه در مورد خوارج. فالخوارج والمروانیة وكثير من المعتزلة وغيرهم يقدحون في علي. خوارج، مروانی ها و بسیاری از معتزله طعن وارد میکنند در مورد سیدنا علی رضی الله تعالی عنهم. و جالب است که در برخی از جاها شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمت الله علیه در مورد سیدنا علی رضی الله تعالی عنه میگوید که علیه السلام، تا این اندازه با ایشون محبت داشته. به هر صورت در اینجا میگه که این افراد قدح وارد میکنند، ایراد میگیرند، طعنه وارد میکنند بر سیدنا علی رضی الله تعالی عنهم. و کلهم، تمام اینها، هم خوارج و مروانیه و معتزله، مخطئون، در اشتباه هستند، فی ذلک ضالون مبتدعون، ضال و مبتدع هستند. این حرف میتونه حرف یک ناصبی باشه. خود ناصبی خود همین مروانیه هستند، خود همین خوارج هستند. این نظر ابن تیمیه رحمت الله علیه در مورد اون کسانی که با سیدنا علی رضی الله تعالی عنه در واقع سر مخالفت دارند. در همین کتاب و در مورد عقیده اهل سنت و الجماعت یک صفحه بعد از این میگوید که و کتب اهل سنت من جمیع الطوائف، صفحه بعد همین هست و میگوید و کتب اهل سنت، کتابهای اهل سنت و الجماعت، من جمیع الطوائف، تمام طایفه های اهل سنت و الجماعت، تمام مذاهب و گرایش هایشون، مملوءه بذکر فضائله و مناقبه، پر از ذکر فضائل و مناقب سیدنا علی رضی الله تعالی عنه، و بذم الذین یظلمونه من جمیع الفرق، و به مذمت تمام گروه هایی که با سیدنا علی رضی الله تعالی عنه مخالفت دارند و در واقع ستم میکنند یا اینکه عدالت رو در مورد ایشون مراعات نمیکنند. و هم ینکرون علی من سبه، اهل سنت و الجماعت مخالفند، انکار میکنند بر کسانی که علی رو دشنام بدهند. و کارهون لذلک، این عمل رو ناپسند میدانند. و ما جرى من التصاب و التلاعن بین العسکرین من جنس ما جرى من القتال، بالفرض در میان جیش معاویه و علی رضی الله تعالی عنه یا جنگ جمل، اگر در میانشون تلاعنی صورت گرفته، یکدیگر رو لعن و نفرین کردند یا فحش و ناسزایی گفتند، این از جنس همون درگیری هست. فراتر از این دشنام دادن درگیری هست، مقاتله هست، جنگ کردن هست، در روی همدیگر قرار گرفتن هست. این از جنس اون هست، یعنی بر اساس اغواهای در واقع افراد آشوبگر و به توطئه دشمنان این اتفاق در واقع افتاد. و ما جرى من القتال و اهل السنة من اشد الناس بغضا و کراهة لان يتعرض له بقتال او سب. اهل سنت و الجماعت از همه بیشتر اینو بد میدونند، مبغوض میدانند، کریه برایشون که علی رضی الله تعالی عنه باش کسی بجنگد یا اینکه دشنام داده شود. بل هم كلهم متفقون على انه اجل قدرا. ببینند، چشما رو باز بکنند اون کسانی که ابن تیمیه رو ناسبی میدونند. بلکه اهل سنت کلهم، همه ایشون متفقون و اتفاق نظر دارند، دیدگاهشون یکی است، الا انه، بر این که سیدنا علی رضی الله تعالی اجل قدرا، قدر و منزلتش فراتر هست، و احق بالامامت، به امامت و خلافت سزاوارتر هست، و افضل عند الله و عند رسوله و عند المؤمنین، و نزد الله و نزد رسول و نزد مؤمنان برتر و با فضیلتتر هست، من معاویه و ابیه و اخیه الذی کان خیرا منهم، که تمام اهل سنت و الجماعت ایشونو برتر، جلیلتر، حقدارتر به امامت و برتر هست ایشون در نزد الله و رسول و مؤمنان از معاویه و پدرش و برادرش، از جد و آبای معاویه سیدنا علی رضی الله تعالی عنه برتر است. الذی کان خیرا منه، برادر معاویه از خودش برتر بودی که از کارگزاران رسول الله صلی الله علیه و سلم بود، و حتی سیدنا علی از برادر معاویه و از پدرش هم بالاتر و برتر است. و علی افضل ممن هو افضل من معاویه. ببینید تعبیرات دقیق شیخ الاسلام ابن تیمیه، میگوید که علی رضی الله تعالی عنه برتر از کسانی هست که معاویه از اونها برتر هست. نه تنها بر خود معاویه، حتی کسانی که از معاویه بالاتر هستند، علی از اونها هم برتر و بالاتر هست. مثل بقیه، مثل عبدالله بن عمر، عبدالله بن عباس و بقیه. بله، دقیقاً این گونه هست.
سیدنا علی رضی الله تعالی از دیدگاه ما از عبدالله ابن عمر و نه تنها عبدالله ابن عمر، از تمام صحابه به استثنای 3 نفر، 3 نفر درست. از تمام صحابه. و افضل من معاویه و علی افضل ممن هو افضل من معاویه. علی برتر از کسانی هست که بر معاویه برتری دارند. فالسابقون الاولون الذين بايعوا تحت الشجره كلهم افضل من الذين اسلموا عام الفتح. سابقین اولین همهشون برتر از کسانی هستند که در سال فتح ایمان آوردند و که معاویه در سال فتح ایمان آورده. و فی هؤلاء خلق کثیر افضل من معاویه. و در میان سابقین اولین یک گروه بسیار زیادی هستند که بر معاویه برتر هستند، اما با این حال علی از همه اونها هم چیکار هست؟ برتر هست. و اهل الشجره افضل من هؤلاء كلهم. اهل شجره، اهل حدیبیه، صلح حدیبیه از تمام اینها بالاتر هستند. و علی افضل جمهور الذين بايعوا تحت الشجره. و علی رضی الله تعالی عنه از جمهور کسانی که اهل بیعت رضوان بودن برتر و بالاتر هست. بل هو افضل منهم كلهم الا الثلاثه. بلکه علی برتر از تمام صحابه هست به استثنای ابوبکر و عمر و عثمان. طبق نظر که اهل سنت دارن که 120,000 صحابه بوده، همین دقیقاً عقیده اهل سنت و الجماعت هست. درست. اگر ابن تیمیه ناسبی هست، تمام اهل سنت و الجماعت ناسبی هستند، زیرا از دیدگاه تمام اهل سنت تفضیل صحابه به همین ترتیب است: اول ابوبکر، بعد عمر، بعد عثمان، در مرحله چهارم سیدنا علی. همین مطلبی که ابن تیمیه اونو بیان میکنه. فلیس فی اهل سنت من یقدم علیه احدا. در میان اهل سنت و الجماعت کسی وجود نداره که بر علی کسی رو مقدم بدارد غیر الثلاثه، به استثناء همین 3 نفر که ابوبکر، عمر و عثمان هستند. بل یفضلون على جمهور اهل بدر و اهل بیعت الرضوان و السابقین الاولین من المهاجرین و الانصار. بلکه اهل سنت و الجماعت ایشون از تمام سابقین اولین و اهل بیعت و رضوان در واقع چکار میکنن؟ برتر میدانن. و در ادامه میگه و ما فی اهل سنت، در اهل سنت کسانی وجود ندارند. و ما فی اهل سنت من یقول، در میان اهل سنت و الجماعت کسی وجود نداره که بگوید، این نظر را داشته باشد که ان طلحه و الزبیر و سعد و عبدالرحمن ابن عوف افضل منه. کسی نیست که بگه اینها برتر از سیدنا علی رضی الله تعالی عنه هستند. آیا به چنین شخصی می شود اتهام زد که ایشون ناسبی هستند؟ و باز هم ایشون در جای دیگری از کتاب خودش، در همین جلد 4 صفحه 600، دوستان نمایش بدن صفحه 201 از این جلدی که در اختیار من هست، منهاج السنه 200 صفحه 201 و جلد 3 هست، و از کتاب‌های دیگر و چاپ‌های قبلی جلد 4 صفحه 599 هست. در اینجا میگه که ولا ریب ان لآل محمد حقا علی الامه. واقعا تعابیر شیخ الاسلام دقیق است. میگه هیچ گونه شک و تردیدی وجود ندارد که ان لآل محمد حقا صلی الله علیه و سلم حقا علی الامه، تردیدی وجود ندارد که آل محمد صلی الله علیه و سلم بر امت حقی رو دارند که لا یشرکهم فیه غیرهم، کسی دیگر غیر از اهل بیت در این حق در واقع شریک نیست. یک حق اختصاصی و منحصر به فرد رو دارند. میگه لا ریب، در این شکی نیست که اهل بیت رسول الله صلی الله علیه و سلم یک حق اختصاصی دارند. و یستحقون من زیادت محبت والموالات ما لا یستحقه سایر بطون قریش. و اون مودتی رو، محبت و موالاتی رو که اهل بیت رسول الله صلی الله علیه و سلم شایسته هستند، هیچ کسی از بطون و تیره های دیگر قریش شایسته و سزاوار اون نیست. الی آخر توضیح میده دوباره مطالبی رو در مورد برتری قریش. در جای دیگری در همین کتاب در صفحه 529 جلد 3 529 دوستان نمایش بدن، جلد 3 هست، 529 هست، و از چاپ‌های دیگر جلد 6 صفحه 18 هست، جلد 6 صفحه 18. در اینجا میگه که و اما علی رضی الله عنه، اما علی رضی الله تعالی عنه، فان اهل السنت یحبونه و یتولونه. اهل سنت و الجماعت ایشون رو دوست دارند و با ایشون محبت دارند و ولای ایشون رو، محبت ایشون رو در قلب خودشون دارند. درست. و در جای دیگر در همین کتاب صفحه 657 هست دوستان که و در اینجا میفرماد لو قطع رجل فی علی ابن ابی طالب، بالفرض اگر کسی طعن وارد بکند بر سیدنا علی ابن ابی طالب رضی الله عنه، طعنش چی باشه؟ طعنش این باشه که بانه قاتل معاویه و اصحابه و قاتل طلحه و الزبیر. اگر کسی اعتراض بکنه که چرا علی رضی الله تعالی عنه با معاویه و طلحه و زبیر جنگید،
درست. شاید کسی این اعتراض رو بکنه چرا علی رضی الله تعالی عنه با معاویه و اصحابش و طلحه و زبیر در واقع جنگید؟ علتش چی هست؟ ببینید شیخ الاسلام این فرد ناصبی به اصطلاح چه جواب میدهد؟ آیا این جواب یک فرد ناصبی هست یا یک فردی که واقعا موالی اهل بیت رسول الله صلی الله علیه و سلم است؟ میگه که لقیل له، بهش گفته می شود هر کسی که به علی طعنه وارد بکند، ایراد بگیرد، بهش ما میگوییم که علی ابن ابی طالب افضل و اولا بالعلم والعدل من الذين قاتلوه. علی ابن ابی طالب افضل هست و اولاتر هست، شایسته تر هست به علم و عدالت از کسانی که با ایشان جنگیدند، اهم از معاویه و طلحه و زبیر و عایشه رضی الله تعالی عنهم اجمعین. فلا يجوز ان يجعل الذين قاتلوه هم العادلين. جایز نیست شما کسانی رو که با معاویه جنگیدند اونا رو بر حق بدونید، اونها رو بر عدالت بدونید و علی رو ناحق بدونید و بر ظلم بدانید. و هو ظالم لهم، که اونها رو بگید که اونها بی گناه بودند، این گناه سیدنا علی رضی الله تعالی عنه بوده، چون این چیزی جایز نیست و از دیدگاه اهل سنت روا نیست. و همچنین در اینجا میگه در صفحه 713 این کتاب هست، 713 و در جلد 6 صفحه 330 از چاپه های 6 جلدی، و در اینجا میگوید که والخلفاء الاربعه لم يكن على عهدهم طائفتان يظهر بينهم النزاع. در زمان خلفای اربعه دو گروه نبودند با هم دیگر نزاعی رو داشته باشند، خصوصا در عهد خلفای ثلاثه که بودند. لا فی تقدیم، در این مورد اختلافی نبوده، لا فی تقدیم ابی بکر علی من بعده، که ابو بکر افضل هست بر کسانی که بعد از ایشون اومدن و صحت امامتشون، ولا فی تقدیم عمر و صحت امامته، ولا فی تقدیم عثمان و صحت امامتی. در زمان خلفا همه بالاتفاق میگفتند که افضل اول ابو بکر است، بعدش عمر، بعدش عثمان، و امامت همه امامت صحیح است. ولا فی ان علی مقدم بعد هؤلاء، و هیچ کسی هم اختلاف نظری نداشته در این که سیدنا علی رضی الله تعالی عنه بعد از این سه نفر مقدم بر دیگران بوده، مقدم بر معاویه و طلحه و زبیر و سعد و سعید و عبدالرحمن ابن عوف و دیگران بوده. ولیس فی الصحابه بعدهم من هو افضل منهم، بعد از این بزرگواران خلفای راشدین کسی در میان صحابه نیست که برتر از علی باشه، برتر از علی ما نداریم. ولا تنازع طائفه المسلمون بعد خلافت عثمان فی انه لیس فی جیش علی افضل منه. هیچ کسی این اختلاف رو نداره که در جیش علی و بعد از سیدنا عثمان رضی الله تعالی کسی برتر از ایشان نبوده. لم تفضل طائفه معروفه علیه طلحه و الزبیر فضلا عن ان یفضل علیه معاویه. میگه هیچ طایفه گروهی از اهل سنت و الجماعت حتی طلحه و زبیر را که جز سابقین اولین هستند اینو بر علی ترجیح نمیدن، چه برسه به این که معاویه رو برتر بدونند از سیدنا علی رضی الله تعالی عنه. این در یک جلد از این کتاب هست و واقعا گفتار شیخ الاسلام در این زمینه بسیار زیاد و طولانی هست. در جلد دیگر این کتاب که جلد 4 هست، نمیدونیم شاید وقتمون کلا برای از این جلد یک نشون میدم کتاب دیگه که یکی نیست و اینا موارد زیادی هست، من اینجا یادداشت کردم و که بسیاری رو من یادداشت نکردم و موارد خیلی زیادی واقعا بود. و این منهاج السنه هست، جلد 4، جلد آخر منهاج السنه هست، همون چاپ همون قبلی هست، تحقیق محمد رشاد سالم. و در این کتاب در جاهای خیلی متعددی واقعا خیلی زیاد هستن در این مورد. به طور مثال در صفحه 78 میگوید که ولا ریب ان موالات علی واجبة على كل مؤمن. هیچ گونه شک و شبهه‌ای نیست که دوست داشتن علی واجب هست بر هر مؤمن و بر هر مسلمانی. این عقیده شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمت الله علیه هست. و در جای دیگر میگوید که ولا ریب ان من احب علی لله، شکی وجود نداره که هر کسی علی رو به خاطر الله دوست داشته باشه، بما یستحقه من المحبت، به خاطر اون استحقاقی که به محبت دارد، فذلک من الدلیل علی ایمانه، این دلیل ایمان فرده. اگر کسی علی رو به خاطر این که به اصطلاح اهل مودت هست و باید دوستش داشته باشیم دوستش بدارد، این دلیل بر ایمان چنین فردی هست. و کذالک من احب الانصار، این بعد از این میگه بحث انصار. من عرض کردم که این فضائل را سیدنا علی آقای شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمت الله علیه میارن و در کنارش میاره ثابت میکنه که اینها فضائل علی هستند، نه این که خصایص سیدنا علی باشند و نه دلایل امامت سیدنا علی رضی الله تعالی عنهم. و در صفحه 199 میگوید که اما علی فلا ریب انه ممن یحب الله و یحبه الله. هیچ شکی وجود نداره که علی رضی الله تعالی عنه از کسانی هست که الله را دوست دارند و الله متعال علی رضی الله تعالی عنه را هم دوست دارد.
و در جای دیگر میگوید که در صفحه 259 این کتاب هست، میگوید که و اما کون علی و غیره من مولا کل مؤمن فهو وصف ثابت لعلی فی حیات النبی صلی الله علیه وسلم و بعد مماتی و بعد ممات علی. این که علی رضی الله تعالی مولای هر مؤمن و مؤمنه هست، این هم در زمان رسول الله بوده و هم در زمان علی هست و هم امروز که علی فوت کرده علی مولای هر مؤمن و هر مؤمنه هست. فعلی الیوم مولا کل مؤمن، علی امروز مولای هر مؤمنی هست که امروز وجود دارند. منتها این ولایت اون ولایت به معنی امامت و در واقع سرپرستی و امامت سیدنا علی رضی الله تعالی عنه در واقع نیست. و در صفحه 333 میگوید که در اینجا نقطه میاره که و علی آخر الخلفاء الراشدین، علی آخرین خلیفه راشد هست، الذین هم ولایتهم خلافت النبوة و رحمت. ولایت و امامت سیدنا علی رو در اینجا میگوید که این جانشینی هست، خلافت نبوت هست و این یک نوع رحمتی هست. خلافت سیدنا علی را در واقع ایشون رحمت میدونند و جزء تمام خلفای اربعه ایشون قرار میدهند. و در جای دیگر میگوید که انه لا ریب ان علی کان رضی الله عنه کان من شجعان الصحابه، شکی وجود نداره که علی از افراد شجاع صحابه بوده. و ممن نصر الله الاسلام بجهاده، از اون کسانی هست که الله متعال با جهاد علی اسلام را نصرت داده، در این شکی وجود نداره. و من کبار السابقین الاولین من المهاجرین و الانصار، از بزرگان سابقین و اولین و از مهاجرین و انصار. و من سادات من آمن بالله، از سادات و سروران مؤمنان هست، کسانی که ایمان آوردند و به الله و روز قیامت و جهاد کردند در راه الله متعال. و ممن قتل بسیفه عددا من الکفار، و جز کسانی هست که با شمشیر خودش تعدادی از مشرکان را در واقع به درک فرستادند. در جای دیگر میگوید که و در صفحه 475 هست، میگوید که فضل علی و ولایته لله و علو منزلتی عند الله معلوم، فضیلت علی و ولایتشون که محبوب الله متعال بودند و علو منزلتی که نزد الله متعال داشتند معلوم، این شناخته شده هست، معروف هست. و لله الحمد، به الحمدلله، به شکر الله متعال، به فضل الهی فضیلت علی رضی الله تعالی عنه و منزلت والای ایشان برای همه مشخص هست. من طرق ثابتة افادتنا العلم الیقینی، از راههای گوناگون و طرق مختلفی ثابت هست برای ما، به گونه‌ای که برای ما تبدیل به یک علم یقینی هست. ما 100% در این زمینه یقین داریم. لا یحتاج معها الی کذب ولا الی ما لا یعلم صدقه، به اندازه ما یقین داریم و روایت در این مورد صحیح داریم که نیازی به دروغ پردازی در این زمینه وجود نداره که روایاتی رو که ما نمیدونیم راست یا دروغه اونها رو بیاریم اضافه بکنیم. روایات صحیح که در این زمینه هستند بسیار زیاد و معروف و مشهور هستند. و یک مورد دیگر رو عرض میکنم اگر اجازه بدید و انگار که وقت خیلی گرفتم. و در مورد سیدنا ابوبکر صدیق رضی الله تعالی در اینجا مطلبی آورده که وکان رضی الله عنه من اعظم المسلمین رعایتا لحق قرابت رسول الله صلی الله علیه و سلم و اهل بیتی. ابوبکر جز کسانی بوده که بیشتر از همه مراعات میکرده حقوق اهل بیت رسول الله صلی الله علیه و سلم را. بعد از این میفرماید که فان کمال محبته للنبی صلی الله علیه و سلم، کمال محبتی را که ابوبکر با رسول الله صلی الله علیه و سلم داشته لازمش این بوده اوجب سرایت الحب لاهل بیته، که ابوبکر باید اهل بیت رو هم دوست داشته باشه. اذ کان رعایت اهل بیتی مما امر الله و رسوله به، رعایت اهل بیت جز مواردی هست که الله و رسول الله صلی الله علیه و سلم به آن دستور دادند و ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه در زمان خلافت خودشون می‌فرمودند که ارقبوا محمدا فی آل بیتی، حقوق اهل بیت رسول الله صلی الله علیه و سلم را مراعات بکنید که این در صحیح بخاری اومده و مطالب بسیار گسترده‌ای هست که ان شاء الله اگر لازم شد در جلسات دیگر و از کتاب‌های دیگر ابن تیمیه رحمت الله علیه به صورت گسترده‌تر باز هم این مطلب رو خدمت بینندگان عزیز بیان می‌کنیم. پس بنابراین
من حرفم با کسانی هست که تا به امروز فریب خورده بودند از افسانه هایی که وجود داره، از یاوه ها و شایعاتی که وجود داره و از کسانی که شایعه پراکنی میکنند، اتهام میزنند به اهل بیت رسول الله صلی الله علیه وسلم. آیا کسی که در واقع این همه ارادت داشته باشد به اهل بیت رسول الله صلی الله علیه وسلم، این همه مناقبشون رو بیان بکند، این همه دفاع بکند، یعنی شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمت الله علیه با کدام عقل و با کدام منطق و با کدام اصول علمی چنین فردی را ما میگوییم که ناسبی هست؟ و عرض کردم که این چیزی که ابن تیمیه رحمت الله علیه گفته بود دقیقاً عقیده تمام اهل سنت و الجماعت است. اگر ایشون ناسبی هست، پس بنابراین نمیدونم دیگه اهل سنتی در دنیا وجود دارند یا اینکه در واقع وجود نخواهند داشت. ممنون، سپاس جناب استاد. واقعا زیبا بود در رابطه با اینکه دیدگاه شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله در رابطه با سیدنا علی رضی الله عنه که چه دیدگاه و نظری دارن. اگر واقعا به تعبیر استاد شیخ الاسلام ابن تیمیه ناسبی است، پس به طریق اولا امام ابو حنیفه اونطور که آقای کلینی در کتاب کافیش آورده ناسبی است و هیچ شکی نیست که تمام اهل سنت از 4 فرقه حنفی، شافعی، مالکی و حنبلی همشون ناسبی هستند، زیرا که اهل سنت عقیدهشون اون عقیده بود که جناب استاد الان بیان کردن در مورد اهل بیت و خصوصا سیدنا علی رضی الله عنه. و اما اینکه این برنامه ما امروز حدودا یک پرش شاید چند کیلومتری بگیم یا چند متری بگیم، چند صد متری داشته از کتاب منهاج السنه و شاید چند صد صفحه‌ای رفتیم پرش کردیم بالا. علتش این بود که روز یکشنبه 3/12/93 3 روز پیش آیت الله دکتر شیخ مفید زمان، حالا آیت الله قزوینی، سید محمد قزوینی برنامه‌ای داشتن و تحدی و چالش خیلی خطرناک دادن. با هم این رو به عنوان میان برنامه انتخاب کنیم، با هم این میان برنامه رو می‌بینیم، بعد هم جواب آقای قزوینی رو خواهیم داد که انشالله دوباره دیگه قاشق اندازه و لقمه اندازه دهانشون بردارن. در بازم جلد 5 کتاب منهاج السنه شون ایشون برای شما عرض کنم جالب این هست که میگه فالمنزحون لعثمان القادحون فی علی، اونهایی که عثمان را منزه میدانند، به عثمان علاقه دارند و نسبت به علی قطع دارن، علی را مذمت میکنن. خیلی جالبه، عزیزان دقت کنن. اونهایی که از عثمان تعریف میکنن و از علی مذمت میکنن، اعظم و ادین و افضل منزهین فی علی، اینها دینشون بالاتر، افضل هستن. ببینید اونهایی که نسبت به علی قطع میکنن، علی را مذمت میکنن، به علی ناسزا میگویند، اینا دینشون بالاتر از اونهایی است که علی را محبت دارن، علی را تعریف میکنن. ببینید خیلی جالبه. عجب. میگه اونهایی که علی را مذمت میکنن، به علی ناسزا میگن، اینها متدین‌تر از اونهایی هستند که نسبت به علی تعریف میکنن. آی عزیز اهل سنت، بفرمایید شما در کدام قسمت هستید؟ شما آیا جز کسانی هستید نسبت به علی مذمت میگویید؟ ابن تیمیه میگه شما متدین تر هستید. اگر چنانچه نه میگید علی خوبه، علی را مدح میکنید، حداقل به عنوان خلیفه 4 قبول دارید. ابن تیمیه میگه اونهایی که علی را مذمت میکنن، بنی امیه و غیره، دینشون از شمایی که علی علیه السلام را مدح میکنید بالاتره. خب بفرمایید. بعد ببینید فمعلوم ان الذین قاتلوه و لعنوه و ذموه من الصحابه و التابعین. ببینید طبق حرف ایشون صحابه علی را لعنت هم میکردن. خیلی جالبه. عجب. اونهایی که با علی جنگیدن، علی را لعنت کردن، نستجیر بالله، لعنت خدا بر کسی که علی را بخواد لعنت کند، لعنت ملائکه جمیع جن بر کسی که بخواد نسبت به علی نستجیر بالله بگه بالا چشمت ابروز. و دموه، اونی که علی را مذمت میکردن. جالبه، من الصحابه و تابعین،
اونهایی که در میان صحابه و تابعین علی را لعنت میکردن هم اعلم و ادین من الذین یتولونه، اینها اعلم و با دیانت ترن از اون کسی که علی را دوست داشتن، به ولایت علی قبول داشتن و یلعنون عثمان را لعن و ما کاری با یلعنون عثمان شم قبول نداریم ما. بله. ببینید میگه آقا اینهایی که علی را لعنت میکردن اینها متدین تر از اونهایی است که نسبت به علی ابن ابی طالب ولایت او را قبول داشتن. بعد جالب اینه ولو تخلا اهل السنه عن موالات علی و تحقیق ایمانه و وجوب موالات لم یکن فی المتولین له من یقدر ان یقاوم المبغضین له من الخوارج والامویه والمروانیه فان هؤلاء طوائف کثیره. میگه اصلا اونهایی که علی را دوست داشتن اینها عددی نیستن. اینها را اگر مقایسه کنیم با خوارج و اموی ها و مروانی ها عده خیلی ناچیزی هستند. اکثریت مسلمان ها یا جزء خوارجن یا جزء اموی هستن یا مروانی هستن. خیلی عجیبه. حالا من نمیدونم این دیگه چه دینیه، چه مذهبیه، چه اسلامیه. اون وقت این آقایان حیا نمی کنن میان به این میگن شیخ الاسلام. خب بیان جواب بدن. همین شبکه های شیطانی که آمدن یه برنامه به قول دراساتی در منهاج السنه و ابن تیمیه گذاشتن. خب بیان اینا رو جواب بدن. اگر راست میگن واقعا علمش دارن غیرتش دارن نسبت به ابن تیمیه بیان. من از همه عزیزان بیننده‌ای که این بحث‌های ما را می‌بینن من تقاضا می‌کنم این بحث‌ها رو خوب یادداشت کنید با جلد صفحه که 2 تا 3 تا از کلماتش هم یادداشت کنید. شما بگید آقا سرچ کن تو نرم افزارهایی که ما داریم آقایان هم دارن دیگه. حالا اگر صفحات کتاب رو ندارن ولی از نرم افزار میتونن داشته باشن. 2 تا از این کلمه را یادداشت کنن عزیزان، زنگ بزنن ببینن این آقایان چه جوابی دارن. آیا واقعا قبول دارن این لا طائلات این بابا را یا قبول ندارن؟ چه دارن میگن؟ اینا نمونه های البته من حرف زیاد دارم. درسته. حالا انشالله بعد از فاطمیه من در رابطه با عبارتهای رکیک و نادرستی که ابن تیمیه نسبت به حضرت امیر سلام الله علیه دارد، نسبت به حضرت زهرا دارد، نسبت به امام مجتبی دارد، نسبت به آقا امام حسین سلام الله علیه دارد، اینها را دونه دونه ما از صفحات کتاب ابن تیمیه را ما میاریم همینجا نشان میدیم. میگیم آقا شما قضاوت کنید. عرض کردم به قول یکی از اعاظم ابن تیمیه شده بت، باید این بت شکسته بشه. با سلام مجدد به همه بینندگان عزیز. میان برنامه‌ای که تقدیم حضور شما شد برنامه 3 روز پیش بود، برنامه حبل المتین که در تاریخ 3 اسفند ماه 93 توسط آیت الله دکتر استاد شیخ مفید زمان اجرا شده بود و یک توصیه به آقای قزوینی قبل از توصیه که این تولا و تبرایی که دارن که اگرچه در ذهنشون به صحابه به همه لعنت میفرستن، من هم از طرف خودم میگم لعنت خدا و جن و انس و جمیع ملائکه و جن و انس بر امام زمان شیعه و هر کسی که به صحابه رسول الله صلی الله علیه و سلم بد بگه، هر کس باشه بلا استثنا. و جناب استاد اینجا به نکته های جالب اشاره کردن که آقای شیخ مفید زمان فحاش نیستن و مکتب اهل بیت مکتب فحش نیست، گفتن شبکه های شیطانی. حال نمیدونم شیطان برادرشونه که به حساب عنوان کلمه خیلی زیبا یاد کردن یا اینکه تو ذهنشون معنی دیگه برای شیطان در نظر گرفتن. خب هم علم داریم هم غیرت داریم جناب آقای قزوینی، جواب میدیم و در طول این 2 سالی که شبکه جهانی وصال حق کلیپ های شما از تلبیس و تدلیس و دروغ و خیانت و گرفته، آیا شما به یکی جواب دادین؟ یک نماینده فرستادین، یک نماینده که در شبکتون تاییدش کردین، آقای شریفی
به یک دروغتون 1.5 ساعت نتونست اونو ثابت کنه، آخر رفت که خودش هم حذف شد، شبکه صفحه فیسبوکش هم حذف شد، اصلا اثری نیست ازش، رفت پیش امام زمان. خب خدا رو شکر هم غیرت داریم و هم علمشو و هم شهامتشو و امیدوارم شما دم از این علم و غیرتی که میزنین، دم از این شهامتی که میزنین، اونو داشته باشین و بتونین حداقل یک تماس شخصا یک تماس بگیرین با برنامه آن روی سکه، چون که برنامه مخصوص شماست و به یک از دروغ‌هاتون جواب بدین یا حداقل بگین اشتباه کردین. خب و نیازی هم نیست که بینندگان عزیز کاغذ و قلم بگیرن و یادداشت کنن. خدا رو شکر اینجا شبکه رصدی داره، هر چیزی که شما دروغ تلبیس هر چی میگین، خدا رو شکر تمام عزیزان در این شبکه اونو پیگیری میکنن و تمام دروغ های شما هم تو آرشیو میره و همچنین تا حالا هم که پخش شده و در برنامه هم خودمون کاغذ و قلم داریم، بازم یادداشت میکنیم. خب جناب استاد، فقط چالنجی که داده بودن به نظر خودشون خیلی خطرناک بود، خیلی اگرچه از این چالش ها زیاد دادن و یک چالنجشون هم البته به عنوان تنوع اینو بگم، تقریبا 1 ماه 2 ماه پیش بود کلیپی از زیر دست خودم رفت شد تو بخش رصد که جناب آیت الله در رابطه با شبکه کلمه که اجرا کرد، یعنی جواب کلمه شبکه کلمه رو داده بودن که اگر شما یک کلمه المسلمین در نهج البلاغه بیارین من اینقدر جایزه میدم، یک کلمه، در صورتی که خودشون مطالعه نکرده، نهج البلاغه اصلا نخونده، نمیدونه چیه، فقط اسمش رو همون دیده، فکر میکنه بقیه هم همون جورن. خب جناب استاد میخواستم که مطالبی که ذکر کرد آقای قزوینی اینها رو مو به مو جواب بدیم، اگرچه این برنامه 2 ساعتی بود، فقط ما قسمتی که در رابطه با منهاج السنه بود انتخاب کردیم برای عزیزان و تمام برنامه رو نمیشد در 2 ساعت جواب بدیم، باید دیگه هر دروغ آقای قزوینی حداقل نیم ساعت جواب داره. عرض بکنم که شما دلتون خالی کردی، جواب دادید دیگه. نه دیگه من فقط به روش خودشون رفتم، اگه علم و غیره شما فرمایید. که انسان اصول علمی رو مراعات بکنه. من معذرت میخوام از شما. بحث ما بحث علمی هست. درست. ما اهل لعن و نفرین نیستیم، عقیده اهل سنت و الجماعت نیست و من توصیه میکنم به شما و تمام دوستان ما که در مقابل لعن و نفرین اینها سکوت بکنن بهتر از این هست. امام زبان که ما معتقد نیستیم که وجودی داشته باشد، وجودی ندارد و اگر وجودی هم می داشت از اهل بیت رسول الله صلی الله علیه وسلم بودن، به هیچ عنوان ما لعن بر معین رو جایز نمیدونیم، چه امام باشه چه غیر امام باشه. منتها به صورت کلی در جنس رو و نوع رو لعن میکنیم. مثلا میگیم که خدا لعنت بکند کسی را که اهل بیت رو لعنت بکند، عقیده ما هست. خدا لعنت بکند کسی که اصحاب رسول الله را لعنت بکند. خدا لعنت بکند کسی که به ناموس رسول الله صلی الله علیه وسلم تهمت بزنه. اما این که فردی رو اسم ببریم خدا الله متعال فلانی رو لعنت بکند، این برخلاف عقیده موازین اهل سنت و الجماعت است. امیدوارم که انشاءالله این موارد هم مراعات بشه. اما امام زمان شیخ وجود خارجی نداره، به همون خاطر شخصش رو لعن کرده. به هر صورت من عرض میکنم خدمت جناب دکتر که ادب و هم ادبشون هم ادبیاتشون، درست، هم ادب و هم ادبیاتشون محترمانه تقدیم به خودشون. ما با این مسائل کاری رو نداریم. بحث ما بحث علمی هست. مطالب علمی رو اگر مطرح کردن ما پاسخ میدیم. ایشون فرمودند که ما نقطه به نقطه نمیدونم دونه به دونه اینا رو میاریم بعد از فاطمیه. ما انشالله دوستان ما در اینجا رصد میکنن دونه به دونه. ما هم در خدمت شما انشالله خواهیم بود تا ببینیم که واقعیت چی هست. آیا اینها اهانت به اهل بیت رسول الله صلی الله علیه وسلم هست یا اینکه کجفهمی چنین افرادی هست یا تدلیس و تلویث اینها هست. در مورد مطلبی که نشون دادن از کتاب منهاج السنه النبویه شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمت الله علیه، من قبلا عرض کردم خدمت بینندگان عزیز که کتاب منهاج السنه ردی هست بر کتاب منهاج الکرامه. تا زمانی که ما حرف علامه حلی رو نفهمیم، ندانیم که چی گفته، چگونه میفهمیم که شیخ الاسلام ابن تیمیه چی گفته؟ و قطعا این گونه هست. اگر ایشون آیه قرآن رو، صفحه قرآن رو بردارن، یک جایشو دستش رو بگذارن روی آیه قرآن، فقط بخونند لا تقربوا الصلاة، دست بگذارن باقی ماندهش نخونن، یعنی این که خواندن نماز گناه کبیره هست. نزدیک نماز نشید. الله متعال دستور داده که شما نماز نخونید، اون وقت شما میرید نماز میخونید. اما این روش اهل علم و روش علما در واقع نیست. یک کلامی رو ابن تیمیه رحمت الله علیه دارن بسیار جالب هست، انشالله به اون خواهیم رسید. میگوید که در رد ابن مطهر حلی وقتی میگوید من نمیدانم که این آقا دیده و دانسته دروغ میگوید یا این که الله متعال بصیرتش رو گرفته نادانسته دروغ میگه. درست.
واقعا جای تعجب هست. بله، در مورد آقای هلی میگه که آیا این عمدن این کار رو میکنه یا این که الله متعال بصیرتش رو گرفته و نادانسته مرتکب چنین مواردی میشه. به هر صورت اگر ایشون واقعا نادانسته چنین کاری رو انجام میدهند، دچار این دروغ پردازی و این افتراها و تلبیسات میشوند، پس بگیم که وای بر چنین شخصی و بر چنین منزلت علمی و جایگاهی، بر چنین فردی باید افسوس خورد. اگر واقعا نه دیده و دانسته این کار رو انجام میدن، دیده و دانسته قطع میکنند عبارات رو، مطلب رو کامل نشون نمیدن و دروغ پردازی میکنند، پس باید افسوس خورد بر کسانی که به پای منبر چنین افرادی نشستند و چنین افرادی رو مرجع دینی خودشون و مقتدی خودشون قرار میدن. به هر صورت ابتدا نگاه میکنیم ببینیم که خود آقای هلی چه مطلبی در اینجا بیان کرده و شیخ الاسلام رحمت الله علیه چه چیزی رو در ردشون فرمودن. در کتاب منهاج الکرامه که بارها نشون دادیم، من جلد کتاب رو نمایش نمیدم به خاطر ضیق وقت، دوستان اگر این صفحه رو نمایش بدن، الوجه السادس هست، الوجه السادس کتاب منهاج الکرامه هست، متن کتاب منهاج الکرامه فی معرفت الامام صفحه 43 هست. در اینجا مطلبی رو می آورد که وجه ششم برای پیروی از مذهب شیعه این است که ان الامامیه لما رأوا فضائل امیر المؤمنین علیه السلام و کمالات لا تحصى، امامیه دیدند که فضائل و کمالات علی رضی الله تعالی عنه غیر قابل شمارش هست. قد رواه المخالف والموالف، مخالف و موافق اینو روایت کرده. و رأوا الجمهور قد نقلوا عن غیره من الصحابه متاعن کثیره، و جمهور درباره صحابه متاعن زیادی رو نقل کردند. ولم ينقلوا فی علی طعنا، البته در مورد علی رضی الله تعالی هیچ چیزی رو نقل نکردند، هر چی گفتن در مورد خلفای دیگر گفتند. اتبعوا قوله، بدین خاطر شیعه چیکار کردند؟ پیروی کردند و از علی و جعلوه اماما لهم، ایشون امام خودشون قرار دادند. حیث نزهه المخالف والموالف، به چه دلیل؟ به این دلیل که موافق و مخالف علی رو منزه میدونن، مخالف و موافق علی رضی الله تعالی عنه را در واقع منزه و پاک میدونن، هیچ گونه طعنی و ایرادی به سیدنا علی رضی الله تعالی عنه در واقع نگرفتن. الان این ادعایی هست که آقای هلی در کتاب خودش اینو مطرح کرده. خب بینندگان عزیز، الان دیدید که آقای هلی اومده یک مطلبی رو مطرح کرده که موافقان و مخالفان سیدنا علی رضی الله تعالی عنه در مورد علی رضی الله تعالی عنه هیچ چیزی رو نگفتند، پس بنابراین علی حقدارتر و اولاتر هست به امامت. این مطلب رو من جوابش را به صورت مختصر از کتاب منهاج السنه و همین مطلبی که این آقا اشاره کردند خدمت بینندگان عزیز من نمایش میدم. در کتاب منهاج السنه دوستان نمایش بدن، در اینجا این فصل ثانی هست، منهاج السنه نبوی هست، صفحه 207 از این کتاب، فصل سوم السادس ان الامامیه لما رو، دقیقاً همون قولی رو که آقای هلی در اونجا ذکر کرده بود در اینجا هم آورده بود که حیث نزهه المخالف والموافق، مخالف و موافق علی رضی الله تعالی عنه را در واقع تنزیه میکنن. در صفحه بعدش شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمت الله علیه ردی رو که در این زمینه دارند، این رد رو در اینجا مطرح کرده و بیان میکنن. در اینجا ابن تیمیه رحمت الله علیه میفرماند که فیقال، جوابش این گفته میشود که هذا کذب بین، این دروغ واضح و آشکاری هست. این که کسی ادعا بکند که موافق و مخالف سیدنا علی در موردش هیچی نگفتن، ایشونو پاک و منزه میدونن، این دروغ آشکاری هست. فإن علی رضی الله عنه لم ینزهه المخالفون، مخالفان علی رضی الله تعالی عنه را تنزیه نکردند، ایشونو پاک و مبرا نمیدونستند. بل القادحون فی علی طوائف متعدده، بلکه علی رضی الله تعالی عنه مخالفان زیادی رو داشت که در موردش طعن میکردند. ادعای هلی این بود که در مورد علی رضی الله تعالی عنه طعنی وجود نداره، کسی در مورد موافق و مخالف همین میگفتند که علی کاملا بی عیب و ایراد هست، طعنی رو بر ایشون وارد نکردند. ایشون شیخ الاسلام میگه این دروغ محض هست و طوائف متعددی مخالف سیدنا علی بودند و سیدنا علی رو طعن میکردند. و هم افضل من القادحین فی ابی بکر و عمر و عثمان. ببینید در اینجا یک نقطه واقعا جالب هست، این گرچه این مطلب یک مطلب شاید علمی باشه، نیاز به یک مقدار تأمل داشته باشه. از یک طرف آقای هلی اومد و این ادعا را کرد چون که در مورد خلفای ثلاثه حرف وجود داره،
عیب و ایراد وجود داره طعنه زدند و در مورد علی کسی نه موافق نه مخالفی طعنه نزده، پس بنابراین علی امامه و حقدارتر به اتباع هست و بقیه چون که در موردشون طعن وجود داره در واقع این حق رو ندارن. شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمت الله علیه اول میگه که ابتداً این حرفتون دروغه. در مورد سیدنا علی طعن وجود داره، افرادی بودن مخالف سیدنا علی و قدح کردن، طعن وارد کردن در سیدنا علی رضی الله عنه و طوایف زیادی هستند مانند مروانیه و امویه و خوارج و دیگران. و دوما بیاییم ما الان ثابت شد که سیدنا علی رضی الله عنه هم مخالف داشته، سیدنا علی هم مخالف داشته. پس بنابراین شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمت الله علیه میاد در میان مخالفان علی و مخالفان خلفای دیگر مقایسه میکند. الان نگاه بکنید، یعنی اهل سنت از این بحث جدا هستن، کاملا جدا هستن. درست. الان ببینیم ابتدا اول مطلبش این بود که علی هیچ مخالفی ندارد که در اون قدحی وارد کرده باشه. الان ثابت شد خوارج مگه چه کار بودن؟ علی رو کافر میدونستن، نه اینکه قدحی وارد بکنن. علی رو کافر میدونستن و مروانی ها و نواصب ایشون رو در واقع ظالم میدونستند که در واقع قاتلان عثمان را جا داده بود. پس بنابراین ثابت شد که این حرف اساساً دروغ هست. یک قدم بریم جلوتر. سیدنا علی رضی الله تعالی عنه ما نگاه بکنیم در مورد زندگانی ایشون و مخالفان ایشان را ابن تیمیه با مخالفان ابوبکر و عمر چیکار میکند؟ مقایسه میکند. خب مخالفان ابوبکر و عمر و عثمان کی هستند؟ چند گروه مخالف ابوبکر و عمر و عثمان هستند؟ یک در رأسشون روافض، در رأسشون و در فرشون همشون اول و آخرش روافض هستند. درست. گروه دیگری که مخالف با ابوبکر و عمر و عثمان باشند وجود نداره. همشون روافضند و پیروان عبدالله ابن سبع یهودی. مخالفان سیدنا علی رضی الله تعالی عنه یک گروه بنی امیه هستند، اموی ها بودند و در میان دایره مشخصتری مروانیه بودند و خوارج در واقع مخالفان سیدنا علی رضی الله تعالی عنه بودند. جناب شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمت الله علیه بعد از این که این مقایسه را انجام میده در میان مخالفان علی و مخالفان ابوبکر و عمر و عثمان یک مقایسه رو انجام میده. میگه که و هم افضل من القادحین فی ابی بکر و عمر و عثمان بل القادحون فی علی طوائف متعدده، طوائف متعدده هستند. و هم افضل من القادحین فی ابی بکر و عمر و عثمان و کسانی که در علی رضی الله تعالی عنه قدح داشتند و کسانی که در سیدنا علی رضی الله تعالی عنه قدح داشتند طوائف متعددی هستند و اونها برتر هستند از کسانی که در ابوبکر و عمر و عثمان قدح می‌کردند. والقادحون فیه افضل من الغلات فیه، قادحانی کسانی که در علی قدح می‌کردند، بحث امروزه نیست، در اون زمان است، کسانی که در علی قدح می‌کردند بهتر از کسانی بودند که در علی غلو می‌کردند. الان کسانی که با علی مخالف بودند خوارج بودند و بنی امیه و تمام نواصب بودند، مروانی بودند و کسانی که با سیدنا ابوبکر صدیق رضی الله عنه مخالف بودند فقط کی هستند؟ روافض هستند. شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمت الله علیه میگوید که مخالفان علی رضی الله تعالی عنه بل القادحون فی علی طوائف متعدده، گروه های متعددی هستند کسانی که طعن وارد میکردند در سیدنا علی رضی الله تعالی عنه و هم افضل من القادحین فی ابی بکر و عمر و عثمان. اگر بیایم مقایسه بکنیم میبینیم که کسانی که بر علی قدح وارد کردند در واقع بل القادحون فی علی طوائف متعدده و هم افضل من القادحین فی ابی بکر و عمر، اینها برتر هستند از کسانی که در ابوبکر و عمر رضی الله تعالی عنه قدح وارد میکردند. والقادحون فیه افضل من الغلات فیه، و قادحانی که در علی قدح میکردند برتر هستند از غلاتی که در مورد علی رضی الله تعالی عنه غالب بودند. الان کسانی که در مورد سیدنا علی رضی الله عنه غلو میکردند کی بودند؟ پیروان عبدالله ابن سبع یهودی. سیدنا علی رضی الله تعالی عنه در مورد عبدالله ابن سبع چیکار کرد؟ خودشون گرفت، پیروانش رو گرفت، آتش زد، زنده زنده اونها رو درگور کرد و به اتفاق مسلمانان کافر هستند. کسانی که بین علی اله هست اون کافره و همچنین نصیری ها، علی اللهی ها، اسماعیلی ها و غلات دیگری و فرقه های غالی شیعه که اکثر فرقه های شیعه فرقه های غالی بودند. پس بنابراین کسانی که مخالفت میکردند با سیدنا علی رضی الله تعالی عنه برتر هستند از کسانی که ادعای محبت میکردند. اینها غالی هستند، مرتد هستند و کافر شدند، از اسلام خارج شدند. اما مخالفانش مانند خوارج از نظر دیانت
دقیق ترین انسان ها بودند. حتی سیدنا علی رضی الله تعالی عنه میگوید و رسول الله صلی الله علیه و سلم در این زمینه روایتی رو دارد که شما در مقابله با نماز و عبادت اونها نماز و عبادت خودتون رو در واقع کم میشمارید. این یک مطلب دیگری که در اینجا اشاره کرده و میگوید که ابوبکر و عمر و عثمان لیس فی الامه من یقدح فیهم الا الرافضه، کسی غیر از رافضه کسی نیست که بعد در ابوبکر و عمر و عثمان قد وارد بکنند. والخوارج المکفرون لعلی یوالون ابابکر و عمر، و خوارجی که علی رو تکفیر میکردند ابوبکر و عمر را دوست داشتند و یترضون عنهما و اعلام رضایت میکردند یا میگفتند رضی الله عنهما. والمروانیه الذين ينسبون علی الى الظلم، کسان مروانیه‌ای که علی را ظالم میدونستند به خاطر جانبداری از قاتلان عثمان، اونها میگویند که انه لم یکن خلیفه و یقولون انه لم یکن خلیفه یوالون ابابکر و عمر. مروانی که بیعت نکردند با سیدنا علی رضی الله تعالی عنه و ایشون خلیفه نمیدونستند، ایشون باز هم این مروانی ها هم با ابوبکر و عمر رضی الله تعالی عنه به عنوان خلیفه قبول میکردند و ایشون رو دوست داشتند، با وجودی که مروانی ها با ابوبکر و عمر نسبت خویشاوندی هم نداشتند، خیلی دورتر بودند. جالب این است که سیدنا علی رضی الله تعالی عنه با بنی امیه کاملا چسبیده، از نظر قرابت با هم دیگر کاملا نزدیک هستند. رسول الله از بنی امیه زن گرفته، خود سیدنا علی از بنی امیه زن گرفته، بنی امیه از اهل بیت رسول الله صلی الله علیه و سلم زن گرفتن. حتی از نظر قرابت نسبی باز هم بنی امیه و بنی هاشم و سیدنا علی رضی الله تعالی با هم دیگر نزدیکتر هستند. همین مروانی هایی که خویشاوندان علی بودند اینا ابوبکر و عمر رضی الله تعالی را دوست دارند. فکیف یقال مع هذا، این نکته و جواب شیخ الاسلام است. فکیف یقال مع هذا ان علی نزهه الموالف والمخالف بخلاف الخلفاء الثلاثه. پس بنابراین چطور ممکن است که شما بگید که علی رضی الله تعالی عنه موافق و مخالف اون رو تنزیه کردند برخلاف خلفای الثلاثه؟ خب مروانی ها مخالف علی بودند و همچنین خوارج مخالف سیدنا علی رضی الله تعالی عنه بودند و این دو گروه باز هم می‌بینیم که موافق با سیدنا ابوبکر و عمر و عثمان رضی الله تعالی عنهم هستند. پس بنابراین ما می‌بینیم که مخالفان سیدنا علی رضی الله تعالی عنه بیشتر هستند. مخالفان ابوبکر و عمر و عثمان فقط روافض هستند، اما مخالفان علی بنی امیه مروانی ها و در واقع خوارج بودند. پس بنابراین در صورتی که علی رضی الله تعالی این همه مخالف داشته، مروانی ها میگفتند که ایشون ظالم هست، عدالت رو برقرار نمیکنه، و خوارج میگفتند که ایشون کافر هست، مرتد شده، تحکیم رو قبول کرده. با چه عقلی شما قبول میکنید که علی رضی الله تعالی عنه مخالف نداشته یا مخالفان در واقعشون رو تنزیه میکردن؟ این یک مطلبی هست در اینجا بیان کرده و در اینجا میفرماد که والذین قدحوا فی علی و جعلوه کافرا، و کسانی که علی رو قدح کردند، والذین قدحوا فی علی رضی الله عنه و جعلوه کافرا و ظالما لیس فیهم طائفه معروفه بالردة عن الاسلام. بازم شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمت الله علیه میخواد این دو گروه رو با هم دیگر مقایسه بکنه، ببینه کدوم برتر هستند. آیا مخالفان ابوبکر بدتر هستند یا مخالفان سیدنا علی؟ میبینیم که مخالفان سیدنا علی درجه دیانتشون، ایمانشون به مراتب بالاتر از کسانی هست که مخالفت کردند، عداوت دارند با ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه. این از دیدگاه عملی هست. بحث ما بحث نظری صرف نیست، بلکه واقعیت موجود در زمان سیدنا علی رضی الله تعالی عنه. میگوید کسانی که قدح وارد کردند در علی رضی الله تعالی عنه و ایشون کافر یا ظالم مینامیدند، لیس فیهم طائفه معروفه بالردة عن الاسلام، کسی از اینها وجود نداره که گفته بشه که اینا مرتد شدند از اسلام، اهم از خوارج و بنی امیه و مروانی ها. کسی اینها رو تکفیر نکرده. حتی سیدنا علی رضی الله تعالی عنه هم که با اینها جنگید، با اهل جمل و اهل صفین در واقع جنگید و همچنین اهل نهروان با حتی خوارج که جنگید، هیچ کسی از اینها رو کافر نمیدونست. ایشون میگفتند که اخواننا بغوا علینا، برادران ما هستند که بر ما بغاوت کردند. سوال کردند از سیدنا علی رضی الله تعالی عنه آیا این خوارج در واقع کافر هستند؟ در برخی از روایات اومده که آیا کافر هستند یا آیا مشرک هستند؟ سیدنا علی رضی الله تعالی عنه فرموده من الکفر فروا یا من الشرک فروا، اینا از شرک دارن فرار میکنند. از بس که شدید بودن در دیانت، این از کفر و شرک فرار کردند. سوال کردند از علی که آیا این خوارج منافقند؟ حضرت علی رضی الله تعالی فرموده که منافقان لا یذکرون الله الا قلیلا، خیلی کم عبادت میکنن، اما عبادت خوارج خیلی در سطح بالایی بوده که به تصریح رسول الله صلی الله علیه و سلم شما عبادت خودتون رو در مقابل عبادت اونها کم میدونید.
میگوید که والذین قدحوا فی علی و جعلوه کافرا و ظالما لیس فیهم طائفه معروفه بالردة عن الاسلام. کسی اینها معروف به ردت نبوده که مروانی ها مرتد شده باشند یا بنی امیه مرتد شده باشند یا حتی خوارج را مرتد بنامند. بخلاف الذین یمدحونه و یقدحون فی الثلاثه، برخلاف کسانی که در مورد ابوبکر و عمر طعن وارد میکنند یا سیدنا عثمان رضی الله تعالی عنهم. اینها کی هستند؟ روافض هستند. روافض را نه تنها اهل سنت و الجماعت، حتی خود شیعه و خود سیدنا علی رضی الله تعالی اونها را تکفیر کرده. کالغالیت، مانند غلات شیعه، الذین یدعون الهیته، کسانی که مدعی الهیت و اله بودن سیدنا علی بودند. به اتفاق مسلمانان شیعه و سنی اونها کافر بودند. اینا جز مبغضان سیدنا ابوبکر صدیق بودند. و همچنین نصیریه و دیگران و کل اسماعیلیت الملاحده، مانند اسماعیلی هایی که ملحد بودند. الذین هم شر من النصیریه، که از نصیریه بدتر هم هستند. و کالغالیت الذین یدعون نبوته، مانند کسانی که ادعای نبوت علی رضی الله تعالی عنه را داشتند. فان هؤلاء کفار مرتدون کفرهم بالله و رسوله ظاهر لا یخفی، اینها کافر هستند، مرتد هستند، کفرشون واضح و آشکار هست. لا یخفى علی عالم بدین الاسلام. فمن اعتقد فی بشر الالهیه، کسی که در مورد یک بشری الوهیت رو معتقد باشه یا معتقد به این باشه که بعد از رسول الله صلی الله علیه و سلم پیامبری وجود داره، یا معتقد باشه که علی رضی الله تعالی که رسول الله نبی نبوده بلکه علی نبی بوده و انما غلط جبرئیل و حضرت جبرئیل اشتباه کرد این امامت رو و پیامبری رو برداد به سیدنا علی رضی الله تعالی. اینا تمام گروه هایی هستند که در شیعه وجود داشتند، در مخالفان و مبغضان و بدخواهان ابوبکر و عمر رضی الله تعالی عنهم. کسانی بودند که علی را اله می‌دانستند، کسانی بودند که علی را در واقع نبی می‌دونستند و کسانی بودند که غلو می‌کردند در سیدنا علی رضی الله تعالی عنه، میگفتند که پیامبر اصلی ایشون بودند و جبرئیل اشتباه کرد، مانند غرابیه، مانند ذبابیه و بقیه و زمیه که وجود داشتند و فرقه‌های شیعه که وجود داشتند. پس بنابراین کسانی که با سیدنا علی مخالفت کردند از نظر دیانت، از نظر ایمان، از نظر تعبد ظاهری برتر هستند، بهتر و بالاتر هستند از کسانی که با سیدنا ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه مخالفت کردند. پس بنابراین اگر بخوایم مقایسه بکنیم، ابوبکر و عمر و عثمان به خلافت باید حقدارتر و اولاتر باشند. آقای هیلی ادعا کرده بود که علی مخالف ندارد، ثابت شد که علی مخالف دارد. بعد از این مقایسه کردیم در میان مخالفان علی و مخالفان ابوبکر و عمر، ثابت شد که مخالفان ابوبکر و عمر کسانی هستند که مرتد هستند، کافر هستند، از دین بیرون هستند و اعتباری ندارند. اما مخالفان علی کسانی بودند که خود علی اونها را در واقع مسلمان مینامید. و میرسیم به نقطه‌ای که این آقا در برنامه خودشون مطرح کرد. بل اذا اعتبر الذين كانوا يبغضونه، زودتر که 12 دقیقه وقت مونده، وقت تمام شد کاملا. فقط اون بحث که اشاره کرد جناب استاد. بل اذا اعتبر الذين كانوا يبغضونه و يوالون عثمان، بلکه اگر ما بخوایم مقایسه بکنیم در میان کسانی که کانوا یبغضونه و در واقع بغض داشتند با علی رضی الله تعالی عنه و دوستی داشتند با عثمان رضی الله تعالی عنه، والذین کانوا یبغضون عثمان و یحبون علی، کسانی که بدخواه عثمان بودند و علی رضی الله تعالی عنه را دوست داشتند. وجد هؤلاء خیرا من اولئک، معلوم می شود که اونها یعنی کسانی که با علی رضی با عثمان رضی الله تعالی عنه محبت داشتند بهتر از کسانی هستند که والذین کانوا یبغضون عثمان و یحبون علی وجد هؤلاء خیرا من اولئک. پس بنابراین معلوم می شود اونهایی که با سیدنا علی رضی الله تعالی عنه محبت داشتند در اونها کافر وجود داشته، مرتد وجود داشته، غالی وجود داشته. اما در میان کسانی که با علی رضی الله تعالی عنه عداوت داشتند یا باشون بغض داشتند، این افراد وجود نداشتند، بلکه زندقه در اونها وجود نداشته، کفر زندقه در اونها وجود نداشته. من وجوه متعدده، از چندین جنبه. میرسیم به نقطه‌ای که این آقا خوند: فالمنزهون لعثمان القادحون فی علی اعظم و ادین، اون کسانی که علی را تنزیه می‌کردند، القادحون فی علی اعظم و ادین، اونها در واقع کسانی که در علی قدح وارد می‌کردند و عثمان را تنزیه می‌کردند، اعظم و ادین و افضل من المنزهین لعلی القادحین فی عثمان کالزیدیه مثلا. اون کسانی که عثمان
رضی الله تعالی عنه را تنزیه می‌کردند، پاک در واقع می‌دونستند، مانند بنی امیه القادحون فی علی، که در علی قطع وارد می‌کردند، اینها بیشترند و دیندارتر هستند از کسانی که علی را چیکار می‌کردند؟ تنزیه می‌کردند. کسانی که علی را تنزیه می‌کردند عبدالله ابن سبع یهودی بود و غرابیه هستند و نمیدونم زبابیه هستند، نصیریه هستند، اسماعیلیه هستند، پیروان عبدالله ابن سبع یهودی بودند. در مقایسه بین بنی امیه و در مقایسه بین نصیریه، بین نمیدونم که اسماعیلی ها، بین عبدالله ابن سبع و پیروانش، قطعا بنی امیه برتر هستند و دیندارتر بودند. و خود سیدنا علی رضی الله تعالی عنه این محبانی رو که ادعای محبت با علی میکردند، اینها رو کافر میدونست، اینها رو در واقع سوخت بسیار از اونها رو. اما کسانی رو که با علی مخالف بودن، سیدنا علی رضی الله تعالی عنه اونها رو کافر یا مرتد یا منافق در واقع نشمردند. فمعلوم ان الذين قاتلوه ولعنوه وذموه من الصحابه والتابعين وغيرهم هم اعلم وادين من الذين يتولونه ويلعنون عثمان. پس بنابراین مجموع کسانی که از میان صحابه و تابعین و دیگران مخالف بودند با سیدنا علی رضی الله تعالی عنه، مخالف بودند و با ایشان جنگیدند یا لعن و نفرین کردند، ایشان را مذمتش کردند، مجموعه اینها بهتر بودند از اون کسانی که با سیدنا علی رضی الله تعالی عنه دوستی داشتند. و غیرهم هم اعلم و ادین من الذين يتولونه و یلعنون عثمان. و در اینجا یک تلبیس دیگری رو انجام داد جناب آقای قزوینی که این جمله رو در واقع ترجمه نکرد. این جمله رو ترجمه نکرد و این مطلبی رو که شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمت الله علیه در مورد گذشته انجام داده، یک مقایسه در میان بنی امیه و خوارج در یک طرف و بنی مروان و در یک طرف و در مقایسه با غلات شیعه مانند نصیریه و بقیه فرقه‌هایی که نام بردم، در این مقایسه سیدنا آقای شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمت الله علیه می‌فرماد اون کسانی که با علی دشمنی دارند، اینها از نظر دیانت برتر هستند از اون کسانی که ادعای تشیع میکنند اما در واقع غالی هستند و ادعای محبت سیدنا علی رضی الله تعالی عنه میگن. آقای قزوینی سوال رو اینطور مطرح میکنه: آیا شما اهل سنتی که علی را دوست دارید، شیخ الاسلام میگه که شما بدتر هستید؟ این در واقع فهم نادرست این آقا از این مطلب بود. و در اینجا این مطلب را ولو تخلا اهل السنت عن موالات علی، اگر این مطلب را که این آقا در مطلبشون این اشاره کرد که اکثر مسلمانان، این تعبیرش این بود که اکثر مسلمانان یا اموی هستند یا خوارجند یا نمیدونم که از مخالفان سیدنا علی رضی الله تعالی، این مطلب این نبود. شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمت الله علیه میگه که ما اگر در مقایسه شما دو نفر که با هم دیگر تضاد دارید و از یک طرف نواصب هستند با گروه های متعددی که دارند و از یک طرف در واقع روافض هستند، اگر اهل سنت و الجماعت رو از این میان برداریم، این مطلب رو آقای قزوینی اعلام ترجمه نکرد، اگر اهل سنت و الجماعت از این معرکه بروند کنار، روافض بمونند با نواصب، روافض باشند با نواصب باشند، در این صورت میبینیم که روافض یارای مقابله با نواصب رو در واقع نخواهند داشت. اما این جمله رو اشتباه ترجمه کرد و گفتند که تمام اهل سنت یا تمام صحابه یا اینکه اموی بودند یا خوارج بودند و مخالفان سیدنا علی رضی الله تعالی عنه. و میگه ولو تخلى اهل السنت عن موالات علی، اگر اهل سنت و الجماعت از موالات سیدنا علی رضی الله تعالی تخلی بجویند، یعنی خودشون رو کنار بکشند و تحقیق ایمانی و اثبات ایمان سیدنا علی و وجوب موالات سیدنا علی رضی الله تعالی، لم یکن فی المتولین من یقدر فی المتولین له من یقدر ان یقاوم المبغضین، در گروه دوستداران علی کسی نیست که با نواصب یا خوارج در واقع همسنگی بکنند و با اونها جواب اونها را بدهند. من الخوارج والامویه والمروانیه فان هؤلاء طوائف کثیره، زیرا که مخالفان علی رضی الله تعالی گروه های زیادی بودند، یعنی خود همین خوارج 18 تا گروه بودند، خوارج 18 تا گروه بودند و حتی اون کسانی که خوارج بودند سیدنا علی رضی الله تعالی عنه به خاطر ایمانی که داشتند، به خاطر تقرب به الله متعال، سیدنا علی رضی الله تعالی عنه را آمدند و شهید کردند. پس بنابراین از این مجموعه این بحث ادامه دارد و متاسفانه وقت ما هم به پایان رسیده. آقای هلی ادعا کرده که سیدنا علی رضی الله تعالی عنه مخالف ندارد، برخلاف خلفای گذشته که مخالف دارند. مخالفینش تنزیهش کردن.
نه، اول این که به اصطلاح که مخالف نداشتند، درست. چون که و مخالفینی که قدح وارد بکنند در سیدنا علی رضی الله عنه چنین مخالفانی رو نداشته، اما کسانی وجود داشتند که با ابوبکر و عمر در واقع در اونها قدح وارد کردند. ثابت شد که تعداد گروهی و طایفه های متعددی مخالفت داشتند با سیدنا علی رضی الله عنه و همچنین ایشان رو قدح می‌کردند، مانند مروانی ها، نواصب و مانند خوارج که ایشون رو کافر می‌دونستند و ایشون رو ظالم می‌دونستند در واقع و عملاً وارد درگیری شدن با سیدنا علی رضی الله تعالی عنه. این یک مطلب. پس بنابراین این دروغه. و بعد از این اگر بخوایم که مخالفان هر گروهی رو بیایم بررسی بکنیم، میبینیم که مخالفان سیدنا علی رضی الله تعالی عنه به تصریح خود علی رضی الله تعالی عنه کسانی هستند که اهل ایمان بودند، اهل طاعت و بندگی بودند، کسانی بودند که از اونها اخواننا بغوا علینا تعبیر کردند. اما مخالفان ابوبکر و عمر کسانی هستند که از دین خارج هستند، مرتد هستند و در واقع همون روافضی که و غالیانی که وجود داشتند، اهم از نصیریه و اسماعیلی ها یا پیروان عبدالله ابن سبع یهودی. پس بنابراین معلوم می شود که اگر معیار این باشد، با این معیار شما نمی توانید که امامت سیدنا علی رضی الله تعالی عنه رو ثابت بکنید، مگر این که برگردید به معیارهای صحیح و صریح اهل سنت و الجماعت. هر جایی که شیعه بخواند فضیلتی رو ثابت بکنند برای سیدنا علی رضی الله تعالی عنه، از جنس این فضیلت برای دیگر اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم ثابت است. اگر بخواند که ایرادی را وارد بکنند، از جنس همین ایراد بر خود سیدنا علی رضی الله تعالی عنه وارد است و این روش شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمت الله علیه است که نواصب را رو در روی روافض در واقع قرار داده، حجت روافض را با حجت های نواصب در واقع از بین میبرد و اونها را دفن میکنه. خب جناب استاد وقتی نمونده، فقط دیگه تو سوال ازتون داشتم، البته سوالی در رابطه با برنامه نیست، فقط میخواستم توصیه‌ای برای معممین یا برای روحانیت، کسانی که دم از علم میزنن مثل جناب آیت الله دکتر شیخ مفید زمان، متخصص یا متخصص علم رجال، توصیه برای ایشون و همچنین برای بینندگان عزیز و گرامی ما که چه از اهل سنت و چه از اهل تشیع هستند در این رابطه داشته باشیم. من تمام علما اهم از اهل سنت و الجماعت، کسانی که وجاهتی رو دارند، کسانی که در رأس قرار دارند و مردم در دین خودشون به اونها اعتماد کردند، باید تقوای الله متعال رو داشته باشند، آن چیزی را که واقعیت دارد برای مردم بیان بکنند، وگرنه فردای قیامت اهم از شیعه یا سنی یا هر گروه دیگری خلاف واقع بگویند، دروغ پردازی بکنند و تلبیس بکنند و اتهام بزنند و حرفهای خلاف واقع بزنند، قطعا در فردای قیامت الله متعال تمام گناه کسانی را که نادانسته فریب چنین افرادی رو خوردند از اونها برگردن اونها در واقع حساب خواهد کرد. بدین خاطر است که وظیفه علما در این زمینه بسیار سنگین هست. پس بنابراین با اصول علمی و با قناعت قلبی و با صراحت باید به این مسائل، خصوصا مسائل اعتقادی، باید بپردازیم. ممنون و سپاس جناب استاد واقعا به این قطعه کلیپی که از جناب به آیت الله قزوینی گرفته بودیم، واقعا پاسخ زیبا دادین، اون هم از خود کتاب شیخ الاسلام ابن تیمیه. واقعا خداوند متعال در سوره بقره آیش دقیقا یادم نیست که چه زیبا میفرماید: ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب اولئك يلعنهم الله و يلعنهم اللعنون. اونها که کتمان میکنن حق رو، لعنت خدا و همون لعنتی که جناب آقای قزوینی میفرستن برای کسانی است که علم و کتمان میکنن، حقایق و کتمان میکنن، بر اونها لعنت خدا و تمام لاعنان که هم فرشتگان شامل لاعنینن، هم مسلمانان و مؤمنین. و یک نکته میخواستم بگم جناب استاد، اگه شما صحبت دارین فقط من شما صحبت میکنین، اگه صحبت دارین 3 دقیقه دیگه بیشتر ظاهرا نمونده. حرف من در آخر و پایان این مطلب این هست که این یکی از مطالبی بود که آقایان به عنوان این که ناصب بودن سیدنا علی رضی الله تعالی عنه اومدن مطرح کردند، قطع نظر و صرف نظر کردند از ادعایی که قبل از این شده. شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمت الله علیه اومده و این ادعا رو قبل از اون در واقع پاسخ داده، ادعایی که شده و مطرح شده و این رو دلیل ارجحیت و برتری مذهب شیعه قرار دادند. اگر قرار هست کلام ابن تیمیه رحمت الله علیه نقد بشود، کلام
کلام ابن تیمیه را در کنار کلام ابن مطهر اهلی باید قرار بدهید. ببینید ابن مطهر اهلی چه ادعایی را کرده و بعد از آن شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمت الله علیه چه جوابی را دادند و بنابر ده ها مواردی که از همین کتاب منهاج السنه من روی خدمت بینندگان عزیز نمایش دادم و موارد بسیار زیاد دیگری هم وجود داره، ابن تیمیه رحمت الله علیه اعتقادشون و باورشون در مورد اهل بیت رسول الله صلی الله علیه وسلم دقیقاً همان اعتقاد و باور ائمه اربعه اهل سنت و الجماعت و اعتقاد تمام محدثین و فقها و محدثین و مفسرین اهل سنت و الجماعت است و هیچ گونه تفاوتی رو در این زمینه در واقع ما شاهد نیستیم و وجود ندارند. پس بنابراین شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمت الله علیه ناصبی نیست و بلکه دوستدار اهل بیت رسول الله صلی الله علیه وسلم هستند و عقیدهشون دقیقاً همان عقیده اهل سنت و الجماعت هست. باز هم ممنون جناب استاد. و ادعایی که شیعه داره، روافض امروزی اثناعشریان دارن که ما پیرو مذهب جعفر صادق هستیم و مذهب ما از زمان جعفر صادق هست، یک باور غلط و اشتباهی است که اینو باید خودشون میدونن، باید بقیه هم بدونن که شیعه 12 امامی بعد از وفات حسن عسکری به وجود اومد. 12-13 فرقه شدن، یکی از اونها اثناعشری بود که 12مین فرقه بعد از حسن عسکری 12میش فرقه اثناعشری شد که فعلا اینها در اومدن روافض امروز که بر ایران حکومت میکنن. و یک سوال از آقای قزوینی و کسانی که واقعا دم از میزنن و این مسائل مطرح کردن و جناب استادم گفتن اونهایی که در این بحث بودن چه کسانی بودن؟ آیا قرابیه، نصیریه و ولی الله و غلات، بقیه غلات از دیدگاه شما کافرن یا مسلمون؟ جناب آقای قزوینی لطفاً اولین مخاطب ما شما هستین، بین پاسخ بدین، بازم اجازه برای شما در نظر میگیریم اگر درست جواب دادین. و بینندگان عزیزی که تا این لحظه پای برنامه ما نشستن و همراه ما بودن، واقعا سپاسگزارم از همهشون و همچنین از جناب استاد که با بیان شیواشون واقعا حالا میگن تون نریزی ببخشید یک مشت محکم به دهن آقای قزوینی زدم. و برنامه بعدی که از شبکه پخش خواهد شد نیم ساعت بعد است، دقیقاً ساعت 8 به وقت مکه مکرمه، دینگریزی در ایران اجرا توسط استاد ماجد عباسی است. امیدوارم